ما افغان‌های ایران نشسته هستیم. معلومه که افغانیست هم صحیح گپ زدن نمی‌تونیم. ما افغان‌های ایران نشسته هستیم. معلوم داره که قرمه سبزی رو بیشتر از بورانی و آشک و منتو دوست داریم. ما افغانی‌های ایران نشسته هستیم. معلومه که همه همکلاسی‌های افغانی توی مدرسه ما را ایرانیک صدا می‌کنن. ما افغان‌های ایران نشسته هستیم. معلوم داره که مادر پدر خودم مامان بابا صدا می‌کنیم. ما افغان‌های ایران نشسته هستیم. معلومه که نمی‌فهمیم که آیا باید کلتور ایرانی رو دنبال کنیم یا اینکه باید کلتور افغانی رو دنبال کنیم. ما افغان‌های ایران نشسته هستیم. معلوم داره وقتی می‌پرسی از کجای افغانستان هستی فقط بلدم بگم کابل. من یه افغانی ایران نشسته هستم. معلومه که وقتی یه افغانی به من یه فوش افغانی میده نمیفهمم. فکر میکنم که داره از من تعریف میکنه و بهش میگم مرسی، تو هم همچنین. و در آخر ما یک افغانی ایران نشسته هستم. معلوم داره که فرق بین کاکا و ماما رو نمیفهمم چون که در ایرانی دایی و عمو میشه الان رو